در بخاری شریف یک حدیث شریف میاره، یک زنکه بود از چاه آب کشیده یک سگ تشنه را سیراب کرده بود. الله تبارک و تعالی از برکت این خدمت امو زنکه را بخشید، به جنت روان کرد. از خدمت، از برکت خدمت اینمی حیوان. وقتی که پیغمبر ما و شما صلی الله علیه و سلم به همراه صحابه کرام از مکه به مدینه هجرت کردند، در مدینه شریف آب شیرین بسیار قدر بود. در مدینه یک چاه شیرین بود، یک چاه بود که آب شیرین بود، در دست یک یهودی بود. به مسلمان ها او را می پروخت، هر سطلش 1 درهم قیمت داشت. این بسیار قیمت است. درهم به افغانی ما و شما مثلا 200 روپیه است. پیغمبر علیه السلام به حضرت عثمان صاحب فرمودند که عثمان امی چاره تو بگی بخر، به مسلمان ها وقف بکن. حضرت عثمان صاحب امی چاره به 35,000 درهم خریدن، به مسلمان ها وقف نمودن. مسلمان ها هر وقت که آب شیرین به کارشان می بود می آمدن که مثلا کش می کردن، می بردن به خانهشان. این تاریخی خدمت حضرت عثمان رضی الله عنه بود که به مردم خدمات گوناگون تقدیم نموده بودن. یک خدمت تاریخی شانی نمی بود.